دوداری اکش اینا زندگی اهمیت دادن در اینا چخنا شد اینا مو دستک میپرچه میدونی دستکش خیلی او برای بالای خونه خرد تزام فقط آینده زندگی در کار میشه قبینه اینا کم ترک بردار بعد من جوش زدن در کار جوره کم کم میگیره فهمیدی این دوچه توان هم میبره نگاه کوخی جوره آقای سعید جوره آقای سعید زندگی کاندوش زنه دوستی کمنامو ماهی کمنامو السلام علیکم اکی جوره خون نردی کارو ساده شکر همین ما الله گفتم می مخینا اومده اندو تزا آفرین نسیم جان برو هم دودر اکش این دوستی دیرینه ما اکی جوره خون نسیم جان دودر ما میشناسی این خیلی مسکو دا بود و اون طرف یعنی کم کم استوگیره یاد سده یاد گیره فقط زندگیش در کار میشه بهترین کار است بیا نسیم جان آی پسی خوراک شد بیا اکی جوره خون بزر اکی جان بزر کنی بسم الله کاری باتون کدام کاش هیچ گپ نداره شیری جاکش همون مجنون بده که تعریف میکنم تا ولی هر روز بیا تگش دمیشینه من جام توی آب رفسای استراحت کای سجون به کورتو نکدم بین ما برادرها باید خیگاب نباشه نسیم جان اینجا بیا دودری اکش بیا تشویش نکاش بیا دودری اکش بیا تشویش نکاش نکا اکا این خیلی گپ نیست بین ما و شما بشکو دودر جان ای پس خوراک شد یک چای کبوتی خوشوی دیگه برای اکی جوره خانی چای کبوت ها؟ کبوت یا سیاه؟ کابو دیگه کابو دوشم مبسوط بهتر اکی جوره خانی یک مسئله او وعده کردم که تگی مجنون بید میشینه من جوی آب با یک همسایه زور دارم که حافظ گفتم دیگه و هم حافظ هم غزل خان هم نحت خان همه جیت بهترین اکا چای آور بیا هزار رحمت تشویش کردیم مخلوق بیا نسیم چه کبوته ها؟ تشویش کردیم رحمت هزار رحمت میگم سعید جان لب بیاکا میگم همه حافظی میگفتگی یگم رپ پپ نخونه من هم استقانم نمیبرداره اگه ما دائمی ریب گوش کنم ماننده یک هفته بشره میره گیر اکی جوره خان رحمت امی دویده دعوت میکنه میبینم بس صحبت کرده تا خوراک تیار شده منش؟ منش خیلی شده راضی استراحت کنن گیره نسیم جان اینجا مهمان نگاه کنن گیره اکه استاد میگم هم یک نمود میخونه که همین مهمون من راحت کنه بسیار خیلی مهمون تبش نازوک هست برای همین خیلی خواندن در کار که مهمون تبش نازوک هست اکه با نرنجه شما ده کنی من مهمونی ما استاد ایسان نه سنجان من همون جای هر وقته هم میگن که رو پرو به از پرو رو پرو خوش آمده هر مکسه خوش آمده خب نسیم جان دادر جان مسئله خوراک بین خب استاد اول یک چای کبوت ها راحت جان انا استاد گفتم که اکی جوره خان استاد بهترین همه ترانه غزل روبایی نحت میخونه ای باور کنم دلت آب میشه بگو زیق نمیشه گجا زیق میشه همین استاد یک تا سرود خونه راحت کنیم هم جان خیلی البته آخی استاد برای کنی استاد با چشم یا سرود باشه یا سرود بمان گل برگی روی من خزان گردد ای تو عمری جاویدانو به خزان باشه بمان من سازم و تا در امان باشه باشه استاد بمان من بیرم و تا جاودان باشه بمان لحظه چنگی نامرادی ها بر سرم خطی آژن بگذارد بمان
عشق تو چون زخم نهان دل مرا هر لحظه و هر روز بیازارد توانی صد توانا را به تو بخشم میندشم اما تو ناتوان باشی با پاس این همه امید قربانی مبادا دشمنم را یار جان باشی مبادا کی عزیزی دیگران باشی بیمار من سازم و تا در امان باشی بیمار من میرم و تو جاودان باشی بیمار من میرم و تو جاودان باشی راحت کردیم آهنگ عالی شعر بلند البته بسیار شعری بلند سرودی ها دلنشین دلنشین همین میخوای که فقط گوش کنیده البته لیکن من همین یک چیز رو نفهمیدم چرا حافظو در وقتی نواختن همین رباب در دستشون بالا میرن پایان میبین نوازش میکنن چی استاد بزم نوازش کرد؟ نه استاد خوشو نواخت بهترین نغز سرودخونیش هم نغز البته نه که من در یک شمی اهمیت دادم که همین یک نقطه را همین خیلی داشت تا آخر خونده کراسیگه با کی جوره خون من که راحت میکنم از سرودای استاد چشمامو میپوشم دیگه نگاه نمیکنم استاد این مهمان کمبودی میگه که کمبودی کرد استاد یک نکته را قبیله تا آخر نواخت ها برادر شما همین رو نفهمیدید نه این مهمان درست گفتن سجان بعضا هنرمندا همین رو میکنن پایان بالا پایان هم که نوتا میکنن نه همون موسیقی آهنگ جور میکنن انا من که همین پروفسیونال که هستم انا یک نگاه میکنم ای همین بقبول میشم همین قبیله که قبیله دیگه بالا پایان جو میرم نواختن میگیرم